سلام کنکوریای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتون هستم بچهای تجربی ریاضیات کنکور 1403. قبل از هر چیزی من ازتون خواهش میکنم برای انگیزه دادن به ما این ویدیو رو لایک کنید و بریم سراغ حل سوالات. خب سوال اول میگه سهمی y مساوی منفی mx2 به علاوه mx به علاوه 1 و خط y مساوی منفی m منهای x یکدیگر را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی کنند. حدود m شامل چند مقدار صحیح است. خب ببینید بچه ها، وقتی میگه این سهمی و این خط وقتی یکدیگر رو توی هیچ نقطه‌ای قطع نمی کنند، یعنی اگر ما این دوتا در واقع سهمی و خط رو مساوی هم قرار بدیم، خب دلتاشون منفی میشه. وقتی دلتا منفی میشه یعنی جواب نداره معادله دیگه، پس یعنی همدیگه رو توی هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کنن. پس کافیه که ما سهمی منفی m x2 به علاوه mx به علاوه 1 رو مساوی منفی x منهای m قرار بدیم و این معادله رو دلتاشو، معادله درجه 2 رو دلتاشو در واقع کوچکتر از 0 قرار بدیم. خب وقتی که این منفی x میاد به سمت چپ میشه به علاوه x، درسته؟ پس میشه منفی mx2 به علاوه m به علاوه 1. این xی که میاد سمت چپ میشه m به علاوه 1 در x. منفی m هم وقتی میاد به سمت چپ میشه به علاوه m به علاوه 1 مساوی 0. خب حالا ما باید از این دلتا بگیریم و دلتا رو کوچکتر از 0 بذاریم. خب دلتا میشه b2، یعنی این m به علاوه 1 به توان 2 منهای 4 آسی. آ چیه؟ منفی m. سی چیه؟ m به علاوه 1. این باید کوچکتر از 0 باشه. خب اگر ما اینجا از یه دونه m به علاوه 1 فاکتور بگیریم، m به علاوه 1 در، خب اینجا یه دونه m به علاوه 1 چون به توان 2 بود یه دونش میمونه دیگه، یه دونه m به علاوه 1 میمونه، یه دونه هم منفی 4 در منفی m میشه 4m. خب وقتی اینا رو با هم جمع کنیم 4m و m میشه 5m، میشه 5m به علاوه 1 کوچکتر از 0. خب الان این دوتا در واقع ما باید این دوتا رو مساوی 0 بذاریم و تعیین علامتش کنیم ببینیم کجا منفیه. خب ریشه ها چی هن؟ ریشه ها یکی m مساوی منفی 1، یکی m مساوی منفی 1/5. خب کجا این دوتا، یعنی این معادله درجه 2 خب بزرگترین درجهش مقدارش مثبته، پس بین دو ریشه مقدار دلتا منفیه، یعنی بین منفی 1/5 خب و منفی 1. و در واقع اگر این دلتا مساوی 0 هم باشد بازم این شرط برقراره. خب حالا گفته چند تا عدد صحیح رو شامل میشه؟ فقط منفی 1، یعنی m میتونه فقط منفی 1 داشته باشه. بین منفی 1/5 تا منفی 1 فقط منفی 1 دیگه، پس یک مقدار صحیح. میبینید به همین راحتی این تست حل شد. میشه گزینه چند؟ ببینیم اینجا گزینه 3.
گزینه 3. خب سوال بعدی گفته اگر f این مقادیر باشد 1/9 و منفی 1 1/3 و 1 منفی 1/4 و 3 1/4 و منفی 3 و g x منفی قدر مطلق x رادیکال x و f او g معکوس a مساوی منفی 3 باشد، مقدار a کدام است؟ خب ببینید بچه ها الان من اینجا رو صفحه بهتون بخوام توضیح بدم. ببینید وقتی میگه f o g معکوس یعنی f g معکوس f g معکوس a مساوی منفی 3. خب پس ما باید اول ببینیم که f چه مقداری f چی منفی 3. خب ما الان اینجا نگاه کنیم در واقع f 1/4 منفی 3 f 1/4 مساوی منفی 3. پس این g معکوس a g معکوس a 1/4 درسته؟ خب حالا من این بالا می نویسم وقتی ما میگیم g معکوس یه چیزی مساوی 1/4 یعنی g 1/4 مساوی اون آه. خب یعنی جای x و y عوض میشه وقتی تاب معکوس میشه. وقتی ما میگیم g معکوس a مساوی 1/4 یعنی g 1/4 آه. خب حالا g 1/4 ما اگه به دست بیاریم در واقع مقدار a به دست میاد. خب تابع g x چی بود؟ من اینا رو پاک کنم. تابع g x منفی قدر مطلق x رادیکال x بود. ما باید g 1/4 رو به دست بیاریم یعنی منفیه. یعنی چی؟ یعنی منفی 1/4 قدر مطلقش قدر مطلق منفی 1/4 یعنی منفی قدر مطلق 1/4. خب میشه منفی 1/4 در رادیکال 1/4. رادیکال 1/4 میشه چقدر؟ 1/2. پس g 1/4 میشه منفی 1/8. یعنی گزینه چند؟ گزینه 3. خب ببینید این سوال ساده حل میشه اگه شما بدونید چی کار باید بکنید. اگر اینو بدونید سوال ساده حل میشه. خب سوال بعدی گفته اگر آلفا و بتا صفرهای سهمی y مساوی 25 آلفا x2 به علاوه 4x به علاوه بتا و بتا بزرگتر از آلفا باشد، رأس این سهمی در کدام ناحیه از صفهای مختصات قرار میگیرد؟ خب این نیاز به یکم محاسبه داره. خب من اینجا برای خودم یادداشت میکنم تابع رو در واقع سهمی رو y مساوی 25 آلفا x2 به علاوه 4x به علاوه بتا. خب میگه آلفا و بتا ریشه ها هست. درسته؟ خب اگر ما یه مقدار هوش به خرج بدیم متوجه میشیم که حاصل ضرب ریشه ها یعنی آلفا در بتا حاصل ضرب ریشه ها مگه سی آم نبود طبق فرمول؟ خب سی اینجا چیه؟ بتا. آ چیه؟ 25 آلفا. یعنی چی؟ یعنی آلفا بتا مساوی بتا روی 25 آلفا. درسته؟ از اینجا اگر ما بتا رو خط بزنیم، حالا این البته کار درستی نیست، باید بیاد یه طرف از بتا فاکتور بگیریم. حالا ما اینجوری فرض میکنیم که بتا رو خط میزنیم. آلفا مساوی میشه با 1 روی 25 آلفا. خب این دوتا رو در هم ضرب کنیم مساوی 1 بذاریم یعنی 25 آلفا 2 میشه 1. پس آلفا 2 میشه 1/25. پس آلفا میشه مثبت منفی 1/5. درسته؟ و ما الان آلفا رو به دست آوردیم. خب
یکی دیگه از ریشه هامون چیه؟ یکی دیگه از ریشه هامون، یعنی در واقع یکی دیگه از ریشه هامون که نه، x مساوی آلفا ریشه است. درسته؟ الان ما به دست آوردیم فعلا آلفا مساوی مثبت منفی 1/5. حالا باید بتا رو هم یه رابطه‌ای براش پیدا کنیم دیگه. خب میایم x مساوی آلفا رو توی معادله قرار میدیم. میشه چی؟ میشه 25 آلفا ضرب در 25 آلفا ضرب در x به توان 2 x به توان 2 25 آلفا که ضریب بود میشه در واقع اگر ما در واقع 25 آلفا ضرب در آلفا رو به توان 2 برسونیم میشه آلفا به توان 2. خب آلفا به توان 2 1/25 بود دیگه. پس من چیکار میکنم؟ x مساوی آلفا رو میگیم آلفا به توان 2 1/25 بود. خب میشه 25 آلفا ضرب داره، به جای آلفا به توان 2 میذارم 1/25. خب به علاوه 4 آلفا، 4x بود دیگه، به جای x میذاریم آلفا، 4 آلفا به علاوه بتا مساوی 0. خب این 25 با این 25 میمونه فقط آلفا. 4 آلفا با 1 آلفا میشه 5 آلفا. 5 آلفا به علاوه بتا مساوی 0. پس بتا مساوی منفی 5 آلفا. آلفا چی بود؟ مثبت منفی 1/5. خب حالا وقتی میگه که بتا بزرگتر از آلفاست، ما این شرط رو هم داشتیم. یعنی در واقع ما جوابمون اینجوریه: اگر آلفا باشه 1/5، بتا میشه منفی 5 آلفا بود دیگه، منفی 1. اگر آلفا باشه منفی 1/5، بتا میشه چی؟ بتا منفی 5 آلفا بود، میشه 1. خب وقتی میگه بتا بزرگتر از آلفاه، پس این درسته دیگه، این درسته، چون بالایی منفی 1 که بزرگتر از 1/5 نیست که. پس به این شکل آلفا و بتا به دست میان. آلفا و بتا ریشه ها هن دیگه. خب حالا گفته که این سهمی رأسش تو کدوم ناحیه از محورهای مختصاته. خب حالا ما به شکل‌های مختلفی میشه اینو نشون داد. حالا ما اگر با رأس نشون بدیم میگیم یکی از ریشه ها منفی 1/5، یکی از ریشه ها چیه؟ 1. بعد دهانه سهمی هم رو به پایینه، پس رأسش میفته توی ناحیه اول. یه شکل دیگه هم میتونیم نشون بدیم، میتونیم بگیم رأس x رأس میشه منفی b روی 2a. درسته؟ خب در واقع رأسمون میشه چی؟ x رأسمون میشه منفی 4 به روی 2a دیگه. 25 آلفا ضریب آب یعنی آمون بود. آلفا منفی 1/5، 25 ضرب در منفی 1/5 میشه منفی 5، میشه 4/5. منفی ها با هم میره میشه 4/5. میبینیم که x مون مثبته، یعنی توی ناحیه اوله. y مونم مثبته، توی ناحیه اوله. خب این از این. بریم سراغ تست بعدی. خب گفته به ازای چند مقدار طبیعی از دامنه تابع y مساوی منفی 1 روی 3 منهای x، نمودار این تابع بالای در واقع y مساوی منفی 4 و پایین y مساوی 0 قرار دارد. خب ببینید y مساوی منفی 1 روی 3 منهای x. من اگه این منفی رو تو مخرج اعمال کنم، y میشه چی؟ میشه 1 روی x منهای 3. درسته؟ خب وقتی میگه بالای منفی 4،
یعنی 1/x منهای 3 بزرگتر از -4 و کوچکتر از 0، پایین خط y=0 قرار داره. پس کافیه من این نامعادله رو چیکار کنم؟ حل کنم. خب میام از یه تکنیک استفاده میکنم، میگم اگر یه چیزی رو من معکوسش بکنم بین 0 و -4 قرار داشته باشه، خود x منهای 3 میشه کوچکتر از -1/4. درسته؟ خود x منهای 3 میشه کوچکتر از -1/4، چون بین 0 و -4 بوده دیگه. معکوسش که میکنیم کوچکتر از -1/4 میشه دیگه. بزرگتر از، در واقع اون بزرگترش وقتی معکوس میکنیم علامت برمیگرده دیگه. خب حالا شما هم میتونید یه جور دیگه حل کنید. این 1/x منهای 3 رو -4 رو ببرید سمت چپ، در واقع یه بار برای مثبت ها حل کنید، یه بار برای کوچکتر از 0 حل کنید. خب حالا من این کارو کردم. x میشه کوچکتر از 3 منهای 1/4 میشه 12/4 منهای 1/4 میشه 11/4. خب حالا گفته به ازای چند مقدار طبیعی در واقع این اتفاق میفته بین 0 و -4 نمودار تابع قرار میگیره. خب الان x کوچکتر از 11/4 1 و 2 در واقع x بهمون میده مقادیر طبیعی رو، چون مقادیر طبیعی بزرگتر از 0 دیگه. پس به ازای 2 مقدار طبیعی میشه گزینه 3. خب من اونایی که توی صفحه میتونم حل کنم، یعنی زیاد طولانی نیست، توی صفحه حل میکنم، ولی اونایی که یه مقدار طولانی میشه مجبورم برم توی یه برنامه دیگه حل کنم. خب میگه y مساوی، سوال بعدی، y مساوی x منهای 1 در قدر مطلق x در بازه a و b اکیداً نزولی است. مقدار a به علاوه b کدام است؟ خب ببینید توابعی که قدر مطلق داره، این داره میگه نزولیه. وقتی صعودی نزولی صحبتش میشه، شما باید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه مشتق باشه. درسته؟ اولین چیزی که به ذهنتون میرسه مشتقه. تا به قدر مطلقه، ما نمیتونیم همینجوری از قدر مطلق مشتق بگیریم. پس میایم تابع رو به صورت دو ضابطه‌ای مینویسیم. خب میایم دو ضابطه‌ای مینویسیم. دو ضابطه‌ای بنویسیم. x به علاوه 1 یه بار ضرب در x میشه برای x های مثبت، یه بار x به علاوه 1 ضرب در منفی x میشه برای x های منفی. بنابراین y مساوی میشه با x2 به علاوه x برای x های مثبت و x منفی x در این ضرب بشه. ببینم درست نوشتم تابع رو، یه لحظه. ببخشید، y مساوی x منهای 1، من x به علاوه 1 دیدمش. خب معذرت میخوام. خب y مساوی x منهای 1 یه بار در x ضرب میشه x2 منهای x برای x های مثبت، یه بار در منفی x ضرب میشه، یعنی همین x2 منهای x منفیش میشه x منهای x2، جاشون عوض میشه برای x های کوچیک‌تر از. خب حالا اگه من از این مشتق بگیرم، میخوایم ببینیم کجا نزولیه دیگه. اکیداً نزولیه. میشه 2x منهای 1، این یکی میشه 1 منهای 2x برای x های مثبت برای x های منفی. خب ببینید الان اینجا ما باید این رو تعیین علامت بکنیم. خب یه دوم اینجا تعیین علامت کنیم. 2x منهای 1 ضریبش مثبته، پس میشه مثبت منفی
خب برای x های مثبت، یعنی x های مثبت رو بگیریم، x های بزرگتر از 1/2 بگیریم، میشه x بزرگتر از 1/2. خب x بزرگتر از 1/2. اینجا تو این پایینیه 1/2 اینجا میشه منفی، اینجا میشه مثبت. یعنی میشه کجا نزولی میشه؟ ببخشید برای x های مثبت اشتباه گفتم، این و x های کوچیکتر از 0 و x های بزرگتر از x های کوچیکتر از -1/2 و بزرگتر از 0. یعنی میشه x بزرگتر از 0 و کوچیکتر از 1/2. x بین 0 و 1/2. خب اینجا سمت راستش میشه منفی، سمت چپش میشه مثبت. کجا نزولیه؟ برای x های بزرگتر از 1/2. خب کوچیکتر از 0 هم باشه اینا با هم اشتراکی ندارن. x های کوچیکتر از 1/2، x های بزرگتر از 1/2 کوچیکتر از 0 اشتراک ندارن. پس همون بازه‌ای که ما داریم بین 0 و 1/2. پس این مساوی a و bه. حالا گفته a به علاوه b چقدر میشه؟ 0 به علاوه 1/2 میشه 1/2. تموم شد و رفت. من اول تابه رو اشتباه دیدم یه مقدار. خب بله، این میشه 1/2. گزینه 2. خب گفته شکل زیر نمودار fx، ببین چند تا سوال حل کردیم، 1 2 3 4 5 تا. خب چقدر زمان برد. شکل زیر نمودار تابع، چون من زیاد توضیح میدم انقدر زمان میبره، اگه شما خودتون بخواید حل بکنید انقدر زمان نمیبره. گفته شکل زیر نمودار fx مساوی 1 به علاوه c در 3 به توان a به علاوه bx است. مقدار f منفی 1 کدام است؟ خب ببینید نمودار بهمون چی داره نشون میده؟ نمودار بهمون نشون میده که در واقع f1 صفر، خب و f0 2/3. درسته؟ پس ما اینا رو داریم. f1 صفر و f0 2/3. تابه رو هم که بهمون داده. خب ما با یه جایگذاری باید انجام بدیم اینجا. خب در واقع f1 صفر یعنی چی؟ یعنی 1 به علاوه c در 3 به توان a به علاوه b، bx بود دیگه، به جای x میذاریم 1. این صفره. خب یعنی این مقدار مساوی منفی 1. خب یعنی c ضرب در 3 به توان a به علاوه b مساوی منفی 1. خب اینو داریم. یه چیز دیگه اینه که f0 چیه؟ 2/3. یعنی 1 به علاوه c ضرب در 3 به توان a. خب b ضرب در 0 میشه 0 دیگه، b از بین میره، مساوی 2/3. درسته؟ خب این یعنی چی؟ اگر ما 1 رو ببریم اونور میشه 2/3 منهای 3/3، یعنی c ضرب در 3 به توان a منفی 1/3. خب حالا ما از این چه نتیجه ای میگیریم؟ c ضرب در
سی ضرب در 3 به توان آ به علاوه بی منفی که سی ضرب در 3 به توان آ منفی 1/3. درسته؟ خب یعنی در واقع من میتونم بگم سی ضرب در 3 به توان آ ضرب در 3 به توان بی، این 3 به توان آ به علاوه بی میتونم به ضرب تبدیلش کنم، مساوی اینو دارم میگم، منفی 1. خب حالا این قسمتش چیه؟ همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی منفی 1/3 ضرب در 3 به توان بی مساوی منفی 1. خب حالا کافیه منفی 1/3 اون ور ضرب کنم. ببینید منفی 1/3 ضرب در 3 به توان بی مساوی منفی 1. اینو اگه اون ور ضرب کنم 3 به توان بی مساوی 3 میشه، پس بی 1. خب تا اینجا فهمیدیم بی 1. حالا چی رو خواسته؟ در واقع f منفی 1 رو خواسته. f منفی 1 چیه؟ 1 به علاوه سی ضرب در 3 به توان آ منهای بی، بی ایکس دیگه، بی در منفی 1 میشه منهای بی. خب حالا ما میتونیم اینو به چه صورت بنویسیم؟ 1 به علاوه سی ضرب در 3 به توان آ خب به روی 3 به توان بی. این 3 به توان منفی بی رو میتونیم ببریم تو مخرج بگیم 3 به توان بی. این مساوی چی میشه؟ اینو باید به دست بیاریم. خب ما میدونیم که بی 1 سی ضرب در 3 به توان آ هم به دست آوردیم منفی 1/3. پس میشه 1 به علاوه منفی 1/3 به روی 3 به توان بی 3 به توان 1 یعنی 3. خب میشه 1 منهای 1/9. 1 منهای 1/9 هم میشه 8/9. پس گزینه درست 8/9. بریم ببینیم تو گزینه ها هست. بله 8/9. این گزینه 2. خب سوال بعدی گفته اگر y مساوی x به علاوه 2/4 منهای رادیکال x به علاوه 1/2 اگر این تابع ضابطه تابع وارون y مساوی ax به علاوه a در رادیکال x باشد مقدار a کدام است؟ خب ببینید ما یه راهی که داریم و بچه ها معمولا مرسومه که اون کار رو انجام میدن اینه که میان در واقع این تابع رو خب میان معکوسش میکنن تا به یه چیزی شبیه این برسن، بعد مقایسه کنن که آ کدومه و بی کدومه. خب من میگم این کارو نکنید، از تکنیک عدد گذاری استفاده کنید. الان ما یه عددی باید بذاریم خب که رادیکالش اون عدد به علاوه 1 رادیکالش یه چیز صحیح بشه. خب میتونیم 3 بذاریم، رادیکال x به علاوه 1 یعنی میشه رادیکال 3 به علاوه 1 رادیکال 4. خب میتونیم 8 بذاریم، 8 به علاوه 1 هم جذرش میشه جذر 9 میشه 3. خب من 8 میذارم توی این 8 میذارم ببینم چی میشه. بعد همونو معکوسش رو روی این اعمال میکنم تا آ به دست بیاد. الان متوجه میشید من چی دارم میگم. خب نگاه کنید، اگر من توی این تابع به جای x 8 بذارم y 8 میشه چی؟ میشه 8 به علاوه 2 10/4 یعنی 5/2 منهای رادیکال 8 به علاوه 1 میشه 9 جذر 9 میشه 3 میشه 3/2. 5/2 منهای 3/2 هم میشه 1. خب حالا این وقتی این دوتا وارونن باید وارون این دوتا روی این اثر کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من توی این تابع به جای x 1 بذارم y هم میشه 8. خب حالا این کار رو انجام میدیم، میگیم a به علاوه a در رادیکال 1 میشه a دوباره مساوی 8. 2 تا a میشه 2a دیگه،
2a مساوی 8. پس a مساوی 4. به همین راحتی a به دست میاد. پس نیاد کل تابه رو معکوس بکنید و اونجوری جوابو به دست بیارید، چون سخت میشه. این گزینه 3. خب گفته در شکل زیر زاویه آلفا، سال بعدی مشخص شده، مقدار تانژانت پی دوم منهای آلفا رو به دست بیارید. خب ببینید اینم فکر کنم همینجا حل میشه. اینو ببینید. خب من اگر این زاویه رو اسمشو بذارم بتا، خب تانژانت بتا میشه مقابل به مجاور دیگه، یعنی 1.5 تقسیم بر 2. درسته؟ 1.5 3/2 تقسیم بر 2 میشه 3/4. خب حالا بتا با آلفا چه رابطه ای داره؟ بتا و آلفا 180 درجه، یعنی بتا میشه پی منهای آلفا، یعنی تانژانت پی منهای آلفا میشه 3/4. درسته؟ خب حالا پی منهای آلفا میفته تو ناحیه دوم. ناحیه دوم تانژانت منفیه، پس تانژانت آلفا میشه منفی 3/4. منفی 3/4. خب حالا گفته تانژانت پی دوم منهای آلفا چیه؟ وقتی ما پی دوم رو با یه زاویه جمع و منها میکنیم، تانژانت به کوتانژانت تبدیل میشه. تو ناحیه اول هم هست دیگه، پس میشه کوتانژانت آلفا. کوتانژانت آلفا چیه؟ معکوس تانژانت، منفی 4/3. پس گزینه 3، گزینه 4 ببخشید، منفی 4/3. گزینه 4 درست. خب سوال بعدی گفته حاصل عبارت کوسینوس 248، 3 تا کوسینوس 248 منهای 2 تا سینوس 158 به روی سینوس 202 منهای کوسینوس 292 چقدر؟ خب ببینید ما کوسینوس 248 رو میتونیم به صورت کوسینوس 270 منهای اینو میتونیم 270 منهای 22 بگیریم. خب 270 منهای 22 یعنی چی؟ میفته تو ناحیه سوم. ناحیه سوم کوسینوس منفیه، پس میشه علامت منفی رو اعمال میکنیم. بعد 270 و 90 هم وقتی با یه زاویه جمع بشن، کوسینوس به سینوس تبدیل میشه، سینوس به کوسینوس تبدیل میشه. پس این میشه چی؟ منهای 3 تا سینوس 22 درجه. خب بعد این 158 درجه چیه؟ 180 منهای 22 درجه میشه 158 درجه. یعنی من میتونم سینوس 180 منهای 22 بنویسمش. درسته؟ خب سینوس 180 منهای 22 توی ناحیه دوم میفته. ناحیه دوم سینوس مثبته، پس میشه منفی 2 تا سینوس جا نمیشه من بنویسم 22 درجه. خب مخرج سینوس 202 داریم. درسته؟ خب اینو میتونیم به صورت 180 به علاوه 22 بنویسیم. 180 به علاوه 22 میفته ناحیه سوم. ناحیه سوم سینوس منفیه، پس میشه منفی سینوس 22 درجه. خب و آخری کوسینوس 292 میشه کوسینوس 270 خب
منهای 22 درجه. 270 منهای 22 درجه توی ناحیه 270 به علاوه 22 درجه. بله، کوسینوس 270 به علاوه 22 درجه تو ناحیه چهارم میفته. ناحیه چهارم کوسینوس مثبته، پس همون علامت پشتش میمونه کوسینوس، ولی تبدیل میشه به سینوس چون 270 باش جمع شد، پس میشه سینوس 22 درجه. خب ما چی داریم؟ همش سینوس 22 درجه است دیگه، یعنی منفی 3 تا سینوس 22 درجه منهای 2 تا سینوس 22 درجه به روی منفی سینوس 22 منهای سینوس 22. منفی 3 و منفی 2 میشه منفی 5، مخرجم منفی 2. منفی 5 روی منفی 2 میشه 5 دوم. درسته؟ 5 دوم میشه چی؟ میشه 2.5. میشه گزینه 4. خب یه چیزی راجع به در واقع دایره مثلثاتی بگم. ببینید دایره مثلثاتی ناحیه اولش همه مثبتن، ناحیه دومش فقط سینوس، ناحیه چهارمش فقط تانژانت، ناحیه پنجمش فقط کوسینوس و اینجوری هم میچرخه پاد ساعتگر. پس ما میتونیم هستک رو یادمون بمونه، همه مثبت، سینوس مثبت، تانژانت مثبت، کوسینوس مثبت و بقیه منفی هن. وقتی میگیم فقط سینوس مثبت ناحیه دو مثلا. خب اینم گفتم بد نباشه یادتون بمونه. سوال بعدی گفته معادله مثلثاتی سینوس 2x منهای 4 تا سینوس 2x کوسینوس x مساوی 0 چند جواب در بازه منفی پی تا پی دارد. خب اینم فکر کنم بتونم همینجا بنویسمش. خب ببینید سینوس 2x میشه چی؟ میشه 2 سینوس x، باید اینو بلد باشید، کوسینوس x، درسته؟ منهای 4 تا سینوس 2 در کوسینوس مساوی 0. خب اینو باید اون ور بنویسمش، اینجا جا نمیشه. خب ببینید سینوس 2x میشه 2 سینوس x کوسینوس x منهای 4 تا سینوس 2 در کوسینوس x مساوی 0. خب اگر ما از یه دونه 2 سینوس x کوسینوس x از این فاکتور بگیریم، یه 2 سینوس x کوسینوس x میمونه، اینجا میشه 1 منهای 2 تا از این چی میمونه قسمت دوم؟ 2 تا سینوس x. سینوس به توان 2 بود دیگه، کوسینوس هم که داره مساوی 0. خب این نتیجه میده که یا سینوس 0 یا کوسینوس 0 کوسینوس x هم بذارم، یا سینوس 1/2. درسته؟ خب اگر سینوس 0 باشه x به توان 0 فقط تو بازه منفی پی تا پی هست، چون باز منفی پی تا پی خود منفی پی تا پی نمیتونن باشن. کوسینوس x مساوی 0 باشه x میتونه مثبت یا منفی پی دوم باشه. خب پی دوم من اینجا بنویسم x مساوی 0 یه جوابه چون سینوس 0، x مساوی مثبت منفی پی دوم یه جوابه چون کوسینوس 0 و x مساوی پی شیشم و x مساوی منفی پی منهای پی شیشم یعنی 5 پی شیشم، اینم یه جواب دیگه است. پس این یکی، اینم 2 تا، اینم 2 تا، 5 تا. 5 تا جواب توی این بازه داره. خب پس اینم میشه گزینه 2. خب گفته در شکل زیر سوال بعدی نمودار تابع y مساوی 1 به علاوه سینوس ax است. نمودار تابع در شکل زیر است. دوره تناوب 3 تا کوسینوس x آم چقدره؟ خب فقط شما کافی فرمول دوره تناوب رو بدونید. خب
الان اینجا سینوس AX در واقع A یعنی دوره تناوب میشه 2p روی قدر مطلق A، همین آیی که اینجا میبینید. خب الان دوره تناوب اینجا فاصله بین دو تا قله یا 2 تا دره میشه دوره تناوب. خب 7p4 منهای 3p4 میشه 4p4 یعنی p. پس دوره تناوب چیه؟ پیه. خب این p رو با این p خط بزنیم آ میشه 2. درسته؟ آ میشه 2. حالا گفته دوره تناوب کوسینوس x دوم x آوم دیگه چقدره؟ خب کافیه ما 2p رو تقسیم بر ضریب x یک دوم کنیم میشه 4p. به همین سادگی این سوال حل میشه. 4p گزینه 1. خب این هم سوال ساده ای بود مثل سوال قبلی. خب گفته شکل زیر نمودار توابع f به علاوه g و f منهای g نمودارش هستن. مقدار لیمیت fx x به سمت 1 نگفته بالا مثبت یا بالا منفی چقدره. خب ما باید اینو از 2 جهت بررسی کنیم. یکی وقتی x به سمت 1 بالا مثبت میره، یکی وقتی x به سمت 1 بالا منفی میره و میدونیم که طبق در واقع روابطی که تو حد وجود داره میانگین f به علاوه g و f منهای g همون f، چون به علاوه g با منهای g از بین میره میشه 2f تقسیم بر 2. پس میانگین این دوتا حد اصلی رو به ما میده. خب الان اگر از سمت چپ ما بررسی کنیم، از سمت چپ در واقع حد 2 توی f به علاوه g. خب یعنی f یک بالا منفی میشه چی؟ از f به علاوه g 2. نگاه کنید وقتی از چپ به این نزدیک میشیم این به 2 نزدیک میشه و توی این یکی وقتی از چپ نزدیک میشیم توی f منهای g 3. پس میشه 2 به علاوه 3 دوم. گفتم میانگینشه 5 دوم یا 2.5. خب حالا این باید از سمت راستم همین برقرار باشه، شد 2.5 دیگه حد چپش. از راست چی میشه؟ از راست وقتی ما از راست به این تابع نزدیک به f به علاوه g نزدیک میشیم این به 0 نزدیک میشه وقتی به 1 نزدیک میشیم. درسته؟ میبینید اینه، اشتباه نگیرید این نیستا. خب پس میشه 0. از چپ وقتی به این تابع نزدیک میشیم این به از راست ببخشید این به 5 نزدیک میشه. خب پس یکی 0 یکی 5. خب 5 به علاوه 0 5 به علاوه 0 دوم، این هم میشه 2.5. پس حد راستش هم میشه 2.5. پس حد داره و مقدار حدش هم 2.5 گزینه 3. خب سوال بعدی گفته اگر لیمیت a به علاوه 3 تا براکت منفی x به روی 1 منهای 2x وقتی x به سمت 1 دوم بالا مثبت نزدیک میشه مساوی منفی بی نهایت باشد، حاصل لیمیت براکت x آوم منهای x وقتی x به سمت 1 دوم نزدیک میشه چیه؟ خب این سوال شاید صورتش یه مقدار سخت باشه ولی سوال ساده ایه. خب ببینید مخرج این ما الان نگاه کنید، بذارید من اینو اونور بنویسم. اول یادداشتش کنم لیمیت a به علاوه 3 تا براکت منفی x 1 منهای 2x منفی بی نهایت x به سمت 1 دوم بالا مثبت و لیمیت براکت x عام منهای x به سمت 1 دوم گفته چقدر. خب ببینید وقتی لیمیت
آ به علاوه 3 تا براکت منفی x به روی 1 منهای 2x x به سمت 1/2 بالا مثبت منفی بی نهایت. خب ما 1/2 بالا مثبت رو تو این قرار میدیم، مخرج چی میشه؟ ببینید این 1 2 ضرب در یه چیزی بیشتر از 1/2، 1/2 با 2 میشه 1، چون یه چیزی بیشتر از 1/2 میشه 1 بالا مثبت، یعنی این میشه 1 بالا مثبت. حالا 1 منهای یه چیزی بیشتر از 1 میشه مثلا 1 منهای 1 دهم، خب میشه منفی 1 دهم. منفی 1 دهم یعنی 0 بالا منفی. خب صورت چیه؟ آ 3 تا براکت منفی x. خب براکت منفی 1/2 میشه منفی 1، یعنی این میشه آ منهای 3 مساوی منفی بی نهایت. درسته؟ خب میشه منفی بی نهایت. خب حالا آ منهای 3 باید مثبت باشه تا تقسیم یه چیز مثبتی باشه، این دیگه که تقسیم بر 0 بالا منفی میشه بشه منفی بی نهایت. درسته؟ پس آ منهای 3 باید مثبت باشه، پس آ بزرگتر از 3، پس ما فهمیدیم آ بزرگتر از 3. حالا میریم سراغ اون حد، میگیم لیمیت براکت x عام منهای x به سمت 1/2، نگفته 1/2 بالا مثبت یا بالا منفی، فرقی هم نمیکنه. خب اگر در واقع 1/2 تقسیم بر، خب حالا ما اینجا میتونیم گفته آ بزرگتر از 3 دیگه، حالا هر چیزی ما بخوایم میتونیم بذاریم اینجا، فرقی نمیکنه. مثلا من میذارم 4 بزرگتر از 3 دیگه، منهای 1/2. خب این میشه چی؟ میشه 1/8 منهای 1/2 میشه 1/8 منهای 4/8 میشه منفی 3/8. یه چیزی کوچیکتر از 1 ولی منفیه، پس میشه منفی 1. خب حالا دقت کنید اینجا من 1/2 تقسیم بر 5 هم مثلا میذاشتم میشد 1/10 منهای 1/2، بازم میشد منفی 1 حدش، چون براکت داریم میگیریم دیگه. پس این کسر کوچیک میشه، خب کوچیکتر از اینه ولی یه چیز کسریه، این هم یه چیز کسریه. حاصل تفاضل این دوتا یه عدد کسری کوچیکتر از 1 که منفی هم هست، پس میشه حدش میشه منفی 1، فرقی نمیکنه. درسته؟ اینم از این. خب پس این حد میشه منفی 1 یا گزینه 4. خب سوال بعدی گفته تابع ناصفر fx مساوی b در براکت x2 منهای ax منهای 2a در r پیوسته است. مقدار a روی fb کدام است؟ خب شما این سوال رو میبینید میگید خدایا من الان این همش مجهوله، من چجوری b و a رو به دست بیارم؟ ولی یه نکته ای داره، اگر دقت کنید این مقدار x2 منهای ax براکتش، خب توی در واقع این مقدارش توی بی نهایت نقطه ناپیوسته است، چون براکت دیگه، براکت یه مقداریه. خب حالا این مقدار اگر ما یه x عدد صحیح بهش بدیم، به ازای هر آیی هم که باشه ما اگر عدد صحیح بدیم این حد میتونه در واقع حد چپ و راستش متفاوت بشه. حد چپ و راست که متفاوت بشه تابع ناپیوسته میشه، پس این مقدار توی بی نهایت نقطه چیه؟ ناپیوسته است. پس تنها چیزی که میتونه باشه این باشه که ضریب این 0 باشه، یعنی ما این مقدار رو نداشته باشیم، یعنی بی باید چی باشه؟ 0 باشه. خب وقتی b 0 باشه fx میشه منفی 2a، یه تابع ثابته، پس fb بازم میشه منفی 2a، پس a روی fb میشه چی؟ منفی 2a دیگه، a روی منفی 2a میشه منفی 1/2. میبینید که صورت سوال خیلی پیچیده است ولی سوال ساده ایه اگر دقت بکنید.
این میشه منفی 1/2 یا گزینه 1. خب سوال بعدی گفته خط 7y منهای x مساوی 5 در ناحیه اول صفحه مختصات بر این منحنی مماس است. خب مقدار آ کدام است؟ خب وقتی یه خطی بر یه منحنی مماسه مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر این دوتا مقدار رو ما مساوی بذاریم این ریشه مضاعف داره، یعنی در واقع دلتاش صفره. خب این ریشه مضاعف داره. خب اینو یکم باید محاسبات انجام بدیم. خب ببینید خطمون x به علاوه 5 هفتمه، درسته؟ 7y بود دیگه مساوی این. خب 7 تقسیم میکنیم به این شکل، y در واقع مساوی اینه. خب این خط با ax منهای 1 به روی 3x به علاوه 1 ریشه مضاعف داره چون مماسه. خب اینا رو ضرب میکنیم میشه 3x2 به علاوه خب 3 5 تا 15 اونم 1x 16x به علاوه 5 مساوی 7ax منهای 7 7ax منهای 7. خب این 7ax رو میاریم پیش این 16x، 7 هم میاریم پیش 5 داریم 3x2 به علاوه 16 منهای 7ax به علاوه 12 مساوی 0. خب همه رو تقسیم بر 3 میکنیم میشه x2 به علاوه 16 منهای 7a سوم x به علاوه 4 مساوی 0. خب ببینید اگه دقت کنید دیگه نیاز نیست دلتا بگیرید، دلتا رو مساوی 0 بذارید. اگه یه ذره دقت کنید این k برای x های مثبت دیگه x باید مثبت باشه. خب این k مقدار دلتا منفی میشه x2 منهای 4x به علاوه 4 رو یادتون بیاد، x منهای 4x به علاوه 4 مربع کامل دیگه، همون x منهای 2 به توان 2 ریشه مضاعف داره. خب پس 16 منهای 7a سوم باید منفی 4 باشه تا اون شکل در بیاد. خب پس 16 منهای 7a مساوی 3 ضرب در منفی 4 منفی 12. پس 7a مساوی 16 به علاوه 12 28. پس a مساوی 4 به دست میاد. خب اینم از این سوال. این یه مقدار حلش طولانی بود. خب سوال بعدی گفته آهنگ تغییر متوسط تابع fx مساوی x2 به علاوه 1 به توان 3 در ax به علاوه 1 در بازه منفی 1 تا 0 برابر منفی 11. آهنگ تغییر لحظه‌ای این تابع در نقطه x مساوی منفی 2a کدام است؟ خب نگاه کنید وقتی میگه آهنگ تغییر متوسط یعنی چی؟ یعنی f 0 منهای f منفی 1 به روی 0 منهای منفی 1. این آهنگ تغییر متوسطه، این منفی 11. خب این 0 منهای منفی 1 هم میشه 1 دیگه، یعنی در واقع f منهای f منفی 1 مساوی منفی 11. خب f 0 چیه؟ به جای تابع 0 بذاریم. تابع چی بود؟ fx
مساوی x به توان 2 به علاوه 1 به توان 3 در ax به علاوه 1. به جای این صفر بذاریم میشه 1. درسته؟ به جای صفر بذاریم این صفر میشه 1 در آ صفر بذاریم توش بازم میشه 1. درسته؟ این میشه 1 منهای. خب تو تابع منفی 1 بذاریم. منفی 1 بذاریم در واقع f صفر که میشه 1. f منفی 1 چی میشه؟ خب منفی 1 به توان 2 میشه 1. 1 به علاوه 1 میشه 2. 2 به توان 3 میشه 8. درسته؟ پس میشه 8 در اینجا میشه آ در منفی 1 میشه منهای آ. 8 در 1 منهای آ مساوی منفی 11. درسته؟ خب 1 منهای این 8 در 1 میشه 8. 8 در منفی آ میشه منفی 8آ. یه منفی هم داره میشه مثبت 8آ مساوی منفی 11. خب 8آ مساوی 1 منهای 8 میشه منفی 7. منفی 7 بره پیش 11 میشه چی؟ منفی 7 بره پیش 11 میشه منفی 4. پس آ میشه منفی 1 دوم. آ به دست اومد منفی 1 دوم. خب حالا میگه آهنگ تغییر لحظه ایش تو نقطه x مساوی منفی 2a چقدره؟ خب منفی 2a منفی 2 در منفی دوم میشه 1 دیگه. در x مساوی 1 آهنگ تغییر لحظه ایش چقدره؟ کافیه ما از تابع مشتق بگیریم. خب ببینید f پریم x میشه مشتق اولی x2 به علاوه 1 به توان 3 بود دیگه. یه توان 3 میاد پشت. 3x2 به علاوه 1 یکی از توان کم میشه. از داخلش مشتق بگیریم میشه 2x به علاوه این ضرب در مشتق اولی در خود دومی در ax به علاوه 1 میشه به علاوه مشتق دومی میشه a. مشتق ax به علاوه 1 میشه a در x2 به علاوه 1 به توان 3. خب حالا من x مساوی 1 رو توی این جایگذاری بکنم. دقت کنم که این a هم منفی 1 دومه. کاش میذاشتم همون اول. خب من توی این تابع 1 بذارم 1 به علاوه 1 به توان 2 میشه 4. 4 ضرب در 2 میشه 8. 8 ضرب در 3 میشه 24. 24 منفی 1 دوم به علاوه 1 میشه 1 دوم. 1 دوم ضرب در 24 میشه 12. دوباره این ور به علاوه 1 بذارم 1 به علاوه 1 2. 2 به توان 3 8 میشه 12 منهای 1 دوم 8 میشه 4. 12 منهای 4 میشه 8. 1 بذارم توش میشه 8. یعنی مشتق میگیرم توش 1 میذارم. کار خاصی نکردیم، فقط یه مقدار طولانی شد. خب پس این شد 8 گزینه 3. خب این سوال ببینید مقدار مینیموم نسبی تابع y مساوی x به توان 3 منهای 12x به علاوه 2 کدام است؟ خب این سوال روتینیه، یعنی سوال پیچیده ای نیست. این سوالاییه که توی کتاب هست یه همچین شکلی. خب این وقتی مقدار مینیموم نسبی اینو میخواد کافیه ما مینیموم یعنی چی؟ یعنی مشتق بگیر مساوی 0 بذار ببین کجا مینیموم نسبی داری. مشتق این میشه چقدر؟ میشه چی؟ میشه 3x به توان 2 به علاوه منهای 12. خب 3x به توان 2 منهای 12 این x میده x به توان 2 میشه 4 پس xش میشه مثبت منفی 2
مثبت منفی 2 رو اگه تعیین علامت بکنم، منفی 2 منفی 2 اینم مثبت 2، بین دو ریشه مخالف، اینجا صفر، اطراف موافق. خب بعد جهتاشو در واقع رسم کنم، این میره بالا، این میاد پایین، این میره بالا. یعنی اینجا ماکسیموم دارم، ببخشید اینجا مینیموم دارم، نه دیگه اینجا ببین اینجا میشه قله، اینجا میشه دره. یعنی توی x مساوی 2 مینیموم دارم، توی x مساوی منفی 2 ماکسیموم دارم، مثبت 2. پس من باید f2 رو حساب بکنم، درسته؟ f2 2 بذارم تو تابه، 2 به توان 3 میشه 8 منهای 2 تا 24 تا 2 تا 12 تا میشه 24 تا 8 منهای 24 8 منهای 24 میشه منفی 16 به علاوه 2 میشه منفی 14. گزینه 1. خب ببینید این خیلی ساده حل شد. گفته مساحت بزرگترین، سوال بعدی، بزرگترین مستطیل واقع در ناحیه‌های اول و دوم که دو رأس آن بر محور ایکس ها و دو رأس آن بر نمودارهای داده شده در شکل زیر قرار دارد کدام است؟ ببینید این بهینه سازیه، این سوال بهینه سازیه. خب الان نگاه کنید، من اگر بیام بگم که مساحت مستطیل چیه، یعنی در واقع اینجا یه ایکسی دارم، اینجا یه منفی ایکسی دارم. خب میتونم بیام مثلا چیکار کنم؟ بگم ایکس ضرب داره دو تا مستطیل میشه، یکی این مستطیل یکی این مستطیل. بگم ایکس ضرب داره این ایگرگ منفی ایکس ضرب داره این ایگرگ. خب بعد یه تابع بسازم که از دو تا مستطیل تشکیل شده، بعد مشتق بگیرم مساوی 0 بذارم، ببینم کجا در واقع این اکسترموم داره و اونو به دست بیارم. ولی این کار اشتباست اگر من بیام هر دوتای اینا رو در نظر بگیرم، چون خیلی پیچیده میشه، حل معادلش سخته که کجا صفره. پس من میام یه دونه از اینا رو در نظر میگیرم. میگم چی؟ میگم این مستطیل، این وری سمت راستیه 2 برابر کلشه دیگه، ببخشید 2 برابر این مستطیل میشه کلش. خب پس من میام میگم یه اسی من تعریف میکنم، اس که 2x در رادیکال 4 منهای x به توان با فرضیه 3. خب از این میام مشتق میگیرم و مساوی 0 میذارم. خب الان این دو در واقع ای 2x در رادیکال 4 منهای x، میتونم x رو در رادیکال ضرب کنم، پس اس هم میشه چی؟ 2 رادیکال 4x به توان 3 منهای x به توان 4. خب با فرضیه 3. بعد حالا از این مشتق بگیرم مساوی 0 بزنم. خب حالا من از این که مشتق میگیرم یه چیزی میشه، مشتق زیر رادیکال میشه به روی این زیر رادیکال به توان 2 با فرضیه 3 مساوی 0. من کاری به مخرجش ندارم که اینجا مخرج، در واقع کاری به مخرج ندارم که تو مخرجش چی میشه. 3 رادیکال این تابع با فرضیه 3 به توان 2 میشه. من فقط مشتق زیر رادیکال رو میگیرم، چون با صورت 0 بشه کل تابع 0. خب 4 3 تا 12 x به توان 2 منهای اینم x به توان 4 دیگه، منهای 4 x به توان 3. درسته؟ 12 x به توان 2 منهای 4 x به توان 3 مساوی 0.
از یه 4x به توان 2ش که فاکتور بگیرم میمونه 3 منهای x مساوی 0. خب x که نمیتونه 0 باشه، پس x 3 ببخشید، پس x مساوی 3. پس من کافیه توی این تابع که اول داشتم s، توی تابع s بیشترین مساحت 2x در رادیکال 4 منهای x با فرضیه 3 بود دیگه. x 3 یعنی 2 ضرب در 3 ضرب در رادیکال 4 منهای 3 با فرضیه 3 یک دیگه. 2 ضرب در 3 میشه 6. درسته؟ ببینید چقدر راحت حل شد. میشه گزینه 4. خب بعدی گفته برای داده های زیر چارک اول و سوم به ترتیب برابر 9 و 39 است. اگر میانگین داده های بین چارک اول و چارک سوم برابر 26 باشد، میانگین داده های بزرگتر از چارک سوم کدام است؟ خب من اینجا در واقع چند تا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 تا داده دارم. درسته؟ خب اگر یه جوری اینا رو بتونم مرتب بکنم، حالا درسته آ و 2 به علاوه 1 مجهول توش داره، ولی ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا جا خونه میذارم. چارک دوم یا وسطی میانگین 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 اینه، این میانگینه. 5 تا داده این ور دارم، 5 تا داده اون ور دارم. چارک اول اینجاه و چارک سوم اینجاه. خب 1 3 9 که خودش گفته و گفته چارک اول و سوم 9 و 39 دیگه. چارک اول 9، چارک سوم 39. 9 39. خب این داده های اینجا هم 18 و 23 و 23 و آ و آ. خب اینجا چیه؟ 42 و 2 آ به علاوه 1. خب سوال چی گفته؟ گفته میانگین. خب من یه بار دیگه ببینم، اصلا یادم رفت سوال. گفته اگر میانگین داده های بین چارک اول و چارک سوم 26 باشد، میانگین داده های بزرگتر از چارک سوم کدام است؟ خب من یه بار دیگه مجبورم بنویسم اینا رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این چارک اول. بعد این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 2 3 4 5. خب این چارک سوم، اینم میانگین، این 9، این 39. سوال گفته این 1، این 3، این بین 18 23 23 و آ و آ. اینجا 42 و 2 آ به علاوه 1. خب گفته میانگین داده های بین چارک اول و سوم 26. درسته؟ یعنی من میتونم بگم 18 به علاوه 23 به علاوه 23 به علاوه 2 آ، این دوتا آ برابر 5 ضرب در 26. 5 ضرب در 26.
5 ضرب در 26 میشه 66. خب ببخشید 5 ضرب در 26 میشه 5 ضرب در 26 میشه 130. خب میشه 130. 23 به علاوه 23 به علاوه 18 میشه 64. 130 64 رو که سمت چپ ازش کم کنیم 66 میمونه، یعنی 2A مساوی 66. یعنی A مساوی چیه؟ 33. خب حالا گفته میانگین داده های بزرگتر از چارک سوم چقدره؟ یعنی این دوتا، یعنی یه دونه 42 یه دونه هم 2A به علاوه 1. خب 2 تا 33 A 33 بود دیگه، 2 تا 33 66. بله 66 به علاوه 1 67 دوم میشه 109 دوم میشه 54 و نیم. اینم میانگین داده های بزرگتر از چارک سوم. خب گفته سوال بعدی گفته با حروف کلمه آهنگری چند کلمه 6 حرفی میتوان نوشت که حروف کلمه گنه کنار هم باشند. خب این خیلی سوال ساده ایه، یعنی مثلا یه همچین سوالی تو کنکور بیاد خیلی خوبه. خب نگاه کنید، میگه گنه کنار هم دیگه باشه، یعنی گ نه ه. خب ما میایم اینا رو ای بابا گ نه ه اینا رو توی یه بسته فرض میکنیم. خب یه آهنگری، یه آهنگ ر ای، درسته؟ هن ه ن گ ر ی. خب درسته. الان اینجا ما ه ن گ ر ای 6 حرف. الان اینجا ما میتونیم فاکتوریال ها رو اینجوری در نظر بگیریم، بگیم این 1 2 3 اینم 1، اینو یه دونه در نظر بگیریم 1 2 3 با 1 میشه 4 فاکتوریال ضرب در جایگشت های داخل این بسته که 3 تاست میشه 3 فاکتوریال. 4 فاکتوریال میشه 24. 6 فاکتوریال میشه 6. 6 ضرب در 24 میشه 144. یعنی گزینه 3. خب این هم از این. میگه دو تاس رو با هم پرتاب میکنیم، با کدام احتمال اعداد ظاهر شده متوالی و برابر نیستند. خب اینو شاید بتونیم اینجا بنویسیم. خب ببینید میگه متوالی و برابر نیستن. برابر اول ما میایم چی کار میکنیم؟ میایم از در واقع قوانین احتمال میگیم که اونایی که متوالی و برابر هستن کدوما هن؟ کل حالتها رو از اینا کم میکنیم، اونایی که متوالی و برابر نیستن به دست میاد. خب برابرش چیه؟ 1 و 1 تا 6 و 6. درسته؟ این 6 حالت اینجا، اونایی که برابرن. معذرت. خب اونایی که متوالی هن چی هن؟ 1 و 2 2 و 3 3 و 4 4 و 5 و 5 و 6. خب حالا شما میگید اگر 2 و 1 3 و 2 4 و 3 اینا باشه چی؟ برعکس اینا. خب ما میگیم 1 2 3 4 5 حالت اینه. 5 حالت هم چیه؟ برعکسای اینا هن. یعنی 2 1 3 و 2 اینا. خب این 5 حالت، اینم 5 حالت. کل حالت ها میشه چقدر؟ 5 و 5 10 با 6 16. اما فضای نمونه ما 36 حالته تو پرتاب 2 تاست دیگه.
خب حالا گفته اونایی که متوالی و برابر نیستند. اونایی که متوالی و برابر نیستند میشه 36 منهای 16 میشه 20 36. 20 به 4 ساده میشه 5. 36 به 4 ساده میشه 9. میشه 5 9. خب یعنی گزینه 2. خب اینم از این. خب حالا اینجا سوال بعدی سوال احتمال خیلی طولانیه ولی سوال سختی نیست واقعا. توی این کنکور من سوال سخت ندیدم توی این کنکور زیاد. میگه جعبه آ شامل 6 مهره آبی 4 تا سبز 5 تا قرمز، بی 5 تا آبی 3 تا سبز 6 تا قرمز. از جعبه آ یه مهره در میاریم میندازیم تو جعبه بی، بعد یه مهره از جعبه بی خارج میکنیم. با کدام احتمال مهره خارج شده از جعبه بی آبی است؟ خب ما اول میایم اینا رو مینویسیم. یه جعبه آ 6 تا آبی 4 تا سبز 5 تا قرمز. این جعبه آ. جعبه بی 5 تا آبی 3 تا سبز 6 تا قرمز. اینم جعبه بی. خب ببینید من اینجا یه بار دیگه بنویسم. 2 تا جعبه داریم، جعبه آ، جعبه بی. تو جعبه آ 6 تا آبی 4 تا سبز 5 تا قرمز. تو این جعبه 5 تا آبی 3 تا سبز 6 تا قرمز. خب ما اینجا 2 حالت داریم. 2 حالت چیه؟ یا مهره‌ای که از جعبه آ در میاد میفته تو جعبه بی آبیه که احتمالش چقدر؟ 6 15. کل مهرها 15 تاست. ضرب داره. حالا احتمال اینکه از جعبه بی مهره‌ای که خارج میشه آبی باشه چقدر؟ یه دونه به آبی ها اضافه میشه، یه دونه هم به کل در واقع اضافه میشه دیگه. بازم میشه 6 15. آبی ها میشه 6 تا، کلم 15. یا اینکه به علاوه، وقتی میگیم یا یعنی جمع، ضرب یعنی و، به علاوه مهره‌ای که از جعبه آ خارج میشه آبی نیست که 9 تا 9 15 احتمالش. خب یه دونه به مهرهای جعبه بی اضافه میشه ولی اون مهره آبی نیست، پس احتمال آبی در اومدنش میشه 5 15. درسته؟ خب 6 تا 36 تا به علاوه 9 5 تا 45 تا 36 و 45 میشه 81. به روی 15 ضرب در 15. 81 به روی 15 ضرب در 15 میشه 225. خب 81 به 9 میشه 9. 225 به 9 میشه 25. میشه 9 25. صورت مخرج رو ضرب در 4 کنیم که اعشاری به دست بیاد میشه 36 صدم. خب میبینید که سوال طولانی هست ولی سوال سختی نیست. خب این هم از این. سوال بعدی میگه نقاط آ 2 0 و سی 0 و منفی 1 دو رأس یک مربع و روی یک قطر هستند. کدام نقطه یک رأس مربع روی قطر دیگر است؟ خب ببینید این ادبیاتش رو اگه شما متوجه بشین سوال حله. ببینید میگه این نقاط 2 0 و 0 و منفی 1 نقاط رأس روی یه قطرن. یه قطر دیگه اینجوری داره که این سیه، مثلا این این سیه، ببخشید این مثلا 3 پریمه، این ب پریمه، این آ پریمه. خب ما میایم چی کار میکنیم؟ نقطه وسط اینو پیدا میکنیم.
نقطه وسط چیه؟ نقطه وسط این دوتا میشه میانگینش دیگه. 2 به علاوه 0 تقسیم بر 2 میشه 1. 0 منهای 1 میشه -1 تقسیم بر 2 میشه -2. پس نقطه وسط اینه. حالا این خطی که این خط رأس قطر دیگه مربعه، خب این خط این نقطه توش هست، منتها شیبش قرینه و معکوس شیب این خطه. درسته؟ خب شیب این خط ام چیه؟ -0 منهای -1 میشه 1. 2 منهای 0 میشه 2 میشه 1/2. خب شیب این یکی خط چیه؟ شیب این یکی خط -2 چون قرینه و معکوس اونه. یه خط یه نقطه داریم، نقطه وسط یه شیب داریم. معادل خط رو می‌نویسیم. ایگرگ منهای -1/2 یعنی ایگرگ به علاوه 1/2 مساوی -2 در ایکس منهای 1. درسته؟ پس ایگرگ به علاوه 1/2 در مساوی -2 در ایکس منهای 1. یعنی ایگرگ به علاوه 1/2 میشه -2x به علاوه 2. یعنی ایگرگ مساوی میشه با -2x، 1/2 بیاریم این ور میشه به علاوه 3/2. خب پس ما معادله این خط رو، اگه این خط رو اسمشو بذاریم، این خط رو که آ و سی روش بودن اسمشو بذاریم دی، این دی پریمه. این معادله خط دی پریمه، معادله که این نقطه توش صدق میکنه. پس باید نقطه انتخاب کنیم که این معادله توش در واقع نقطه توی این معادله صدق بکنه. خب گزینه ها رو اگر ببینیم، گزینه 1 0 و 3/2. خب آیا تو این صدق میکنه؟ ایگرگ مساوی -2x به علاوه 3/2. بله صدق میکنه، اما جواب نیست. نگاه کنید، من اگه محورهای مختص رو رسم کنم، این نقطه 2 0، این نقطه -1 و 0. درسته؟ این دو رأسه مربع. درسته؟ خب رأسهای دیگه چه شکلی هن؟ اینجوری هن. درسته؟ خب یعنی این نقطه یا این نقطه نمیتونه 0 باشه، چون بیشتر از 0. درسته؟ پس نمیتونه این نقطه 0 باشه. اگر این نقطه رو در نظر بگیریم که از 0 بیشتره، این نقطه هم از 0 بیشتره، پس نقطه ایکسش نمیتونه 0 باشه. خب اون یکی چی؟ این 3/2 و -3/2. خب 3/2 بذار جای ایکس، میشه 3/2 در -2 میشه -3. -3 به علاوه 3/2 میشه -3/2. این توش صدق میکنه و 3/2 هم این نقطه میشه، ایکسش 3/2. خب پس گزینه 2 توش چی صدق میکنه. گزینه 3 و 4 هم اگر تو معادله بذارید اصلا صدق نمیکنه. پس گزینه 2 جوابه. این یه راه حل. خب سوال بعدی، ببینم چند تا سوال دیگه مونده. 2 4 6 7. خیلی طولانی شد. 7 تا سوال مونده. خب میگه که در متوازی الاضلاع شکل زیر AD مساوی 14، BF مساوی 6 و AI مساوی 8. اندازه ارتفاع AF کدام است؟ خب نگاه کنید، من یه بار دیگه شکل رو اگه اینجا بکشم، البته همونجا هم شاید بتونم حلش کنم. خب ببینید الان شکل رو ما اینجا داریم. خب این
ای اف رو من میگیرم x. خب ای اف رو میگیرم x. این 6، اینم 8. خب و اینم 8. بذار یه بار دیگه شکل رو بکشم، نگاه کنید. خب این 8، این x، این 8، اینم 6 طبق اطلاعات مسئله. ما میگیریم x. خب الان این دوتا مثلث، ببینید این A B، این بیه، نمیشه بکشی اصلا، جا نمیشه. این دی، اینم F. خب الان این دوتا مثلث B A F متشابه است با E C F. یعنی این دوتا مثلث با هم متشابه هم. درسته؟ پس طبق تشابه ما میتونیم بنویسیم BF روی EF مساویه با AF روی CF. درسته؟ BF روی EF مساویه AF روی CF. خب یعنی 6 به علاوه، یعنی 6 روی X، یعنی در این شکلی میشه 6. X رو یادتون بمونه کدوم بود؟ این X، این مقدار اینجا. خب 6 روی X مساویه با این تیکه میشه 8 بود دیگه اینجا، 8 به علاوه X، 8 به علاوه X به روی 8. خب اینو ما باید حل کنیم. 6 8 میشه چقدر؟ 48. 8 به علاوه X هم میشه چی؟ میشه X2 به علاوه 8X مساوی 48، یعنی منهای 48 مساوی 0. خب اینجا میشه X منهای 4 در X به علاوه 12. الان حاصل ضرب اینا منفی 48، حاصل جمعشون هم 8. خب X که نمیتونه منفی 12 باشه، پس X 4. خب حالا گفته اندازه AF چقدره؟ خب AF میشه 8 به علاوه X دیگه، 8 به علاوه 4 میشه 12، میشه گزینه 3. سوالای هندسه اصلا خوشم نمیاد ازشون، سوالای کنکور. در شکل زیر BD نیمساز است اگر در مثلث BDE ارتفاع وارد بر ضلع BE موازی BC باشد، طول AE کدام است؟ خب دو تا اندازه به مدد 11 و 8. خب ببینید من داره میگه این ارتفاع وارد بر BE موازی BC، یعنی این ارتفاع. خب در واقع اگر این کارو بکنیم دو تا مثلث متشابه داریم. اگر اینو رسم کنیم که این مثلث بالاییه، این مثلث و این مثلث. خب من یه بار دیگه اینو رسم کنم. خب این وقتی ما این ارتفاع باشه، این نصف میکنه اینو. خب پس این 11 دومه، چون 11 دیگه نصفشه. خب حالا طبق تشابه ما میتونیم بگیم 11 دوم به روی 8. درسته؟ چون این مقدارم 11 دومه دیگه، این ارتفاع هم 11 دومه، چون اینا 45 درجه میشه. این 90، این 45، اینم 45. بعد چون 45 میشه
این زاویه هم 45 میشه. اینا اندازه ها با هم برابرن، پس اینم 11 دوم میشه. خب 11 دوم روی 8 مساویه، اگر این فاصله رو بگیریم ایگرگ، خب میشه ایگرگ به علاوه 11 دوم به روی ایگرگ به علاوه 11. خب حالا اینا رو وقتی در هم ضرب کنیم در واقع میشه 11 ایگرگ به علاوه 121 مساوی 16 ایگرگ به علاوه 88 که از اینجا ایگرگ در واقع 5 ایگرگ مساوی 33 در میاد و ایگرگ به دست میاد 6/6. ایگرگ یا اون چیزی که ما دنبالش بودیم به دست میاد 6/6. پس میشه گزینه 1. خب سوال بعدی گفته که 2 روی رادیکال 2 به علاوه رادیکال 14 به روی 8 روی رادیکال 2 به علاوه رادیکال 14 این بیه. 3 بیه به علاوه 1 چیه؟ خب ببینید اول 2 روی رادیکال 2 میدونیم که رادیکال 2 دیگه. 2 روی رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2 رادیکال دوم میشه 2 رادیکال 2 رادیکال 2 ضرب در رادیکال 2 میشه 2. این میشه رادیکال 2. 8 روی رادیکال 2 چیه؟ اینو ضرب در رادیکال 2 رادیکال دوم گویاش بکنیم میشه 8 رادیکال 2 دوم میشه 4 رادیکال 2. پس در واقع به جای 2 رادیکال 2 و 8 رادیکال 2 من میذارم رادیکال 2 به علاوه رادیکال 14 4 رادیکال 2 به علاوه رادیکال 14 و اینا رو تقسیم بر رادیکال 2 میکنم. صورت مخرجو تقسیم بر رادیکال 2 میکنم. خب میشه 1 به علاوه رادیکال 7 4 به علاوه رادیکال 7. خب 1 به علاوه رادیکال 7 4 به علاوه رادیکال 7. اینو ضرب در 4 منهای رادیکال 7 به روی 4 منهای رادیکال 7 میکنم. گویاش میکنم در واقع. خب 2 ضرب در 4 میشه 8. خب 4 رادیکال 7 منهای 2 رادیکال 7 میشه 2 رادیکال 7. رادیکال 7 منهای رادیکال 7 هم ضرب بشن در هم میشه منهای 7 به روی 4 4 تا 16 منهای رادیکال 7 هم در رادیکال 7 7. 8 منهای 7 میشه 3. خب 4 رادیکال 7 اینجا 1 بود دیگه 2 نبود. من 2 برای چی؟ 1 ضرب در 4 میشه 4. آره میشه 4. اینم میشه بزنید یه بار دیگه بنویسم اشتباه شد. 1 به علاوه رادیکال 7 به روی 4 به علاوه رادیکال 7. اینو ضرب در رادیکال اینو ضرب در ای بابا 1 به خسته شدم 4 به علاوه رادیکال 7 ضرب در 4 منهای رادیکال 7 به روی 4 منهای رادیکال 7. خب 1 ضرب در 4 میشه 4. 4 رادیکال 7 اینم 1 رادیکال منهای 1 رادیکال 7 میشه 3 رادیکال 7. رادیکال 7 منهای رادیکال 7 هم میشه 7 منهای 7 به روی 16 منهای 7. خب میشه 3 رادیکال 7 منهای 3 به روی 16 منهای 7 میشه 9. خب اینو مساوی 3 شو فاکتور بگیریم ساده کنیم میشه رادیکال 7 منهای 1 سوم. پس b میشه رادیکال 7 منهای 1 سوم. حالا 3b چی میشه؟
میشه رادیکال 7 منهای 1. 3b به علاوه 1 چی میشه؟ میشه رادیکال 7 منهای 1 به علاوه 1. میشه رادیکال 7. و جواب چیه؟ رادیکال 7. این زودتر هم حل میشد چون من خسته شده بودم یه مقدار طولانی شد. خب سوال بعدی گفته اگر n a اشتراک b مساوی 3 n a منهای b مساوی 4 n b منهای a و n a اجتماعی b مساوی 57 باشد، تعداد اعضای مجموعه a چقدر است؟ خب ببینید نگاه کنید. الان ما میگیم n a اشتراک b اینو میگیریم x. خب گفته این x مساویه 3 تا n a منهای b. خب n a منهای b میشه n a منهای n a اشتراک b و n b منهای a میشه n b منهای n a اشتراک b. خب پس من میتونم بنویسم x یا n a اشتراک b مساوی 3 منهای 3x 3 n a ببخشید x مساوی 3 n a منهای 3x چون x رو گرفتیم n a اشتراکی b. پس 4x مساوی 3 تا n a. پس n a میشه 4/3 x. خب n a میشه 4/3 x. از طرفی x یا n a اشتراک b مساوی 4 تا n b منهای a. پس میشه 4 تا n b منهای 4x. پس 5x مساوی 4 n b. پس n b میشه 5/4 x. خب n a شد 4/3 x. n a اجتماع b میشه n a به علاوه n b منهای n a اشتراک. خب n a چی بود؟ 4/3 x. n b چی بود؟ 5/4 x. n a اشتراک b چی بود؟ منهای x. این مساوی 57. خب مخرج مشترک بگیریم. 4 4 تا 16 تا 3 5 تا 15 تا 16 و 15 31 دوازدهم منهای 12 دوازدهم 31 منهای 12 19 دوازدهم 19 دوازدهم x مساوی 57. خب 19 با 57 ساده میشه 3. اینو با این ساده کنیم میشه 3. خب x به دست میاد 3 ضرب در 12 یا 36. حالا چی از ما خواسته بود؟ n a 4/3 x بود. 4/3 36. 36 با 3 ساده میشه 12. 4 12 تا میشه 48. پس n a میشه 48. خب اینم از این. « 48 یا گزینه 4. خب سوال بعدی که سوال ساده ایه. گفته با اضافه کردن 4 رو باید به جملات اول و دومه دنباله حسابی جملات اول و دوم دنباله حسابی جدید ساخته می شوند. اختلاف جمله انوم دو دنباله کدام است؟ خب اینو شاید همینجا هم بشه نوشت. خب ببینید جمله اول اما الان یه دنباله فرض میکنم میگم جمله اول آ به علاوه 4 باید بهش اضافه شده. جمله دوم آ به علاوه دی
به علاوه 4، یعنی جمله اول به علاوه یه قدر نسبتی به علاوه 4. خب اختلاف دو جمله دی رو به ما میده، قدر نسبت رو به ما میده. آ با آ ساده میشه، درسته؟ اختلاف دو جمله دی رو به ما میده. خب در واقع آ2 منهای آ1 دی رو به ما میده و این چهارا با هم از بین میره. آ هم از بین میره، دی میشه آ2 منهای آ1 دیگه. خب پس قدر نسبت ثابت میماند. خب حالا جمله انوم، جمله انوم میشه آ جمله اول که یه 4 باید بهش اضافه شده بود به علاوه ان منهای 1 در دی. درسته؟ خب الان نسبت به قبلی آ به علاوه ان منهای 1 دی، فقط 4 تا اضافه شده دیگه، پس اختلافش به این دو فرق این دوتا 4 باید اضافه شده. پس این جملات اختلاف جملات انوم دو دنباله 4 نه 8. دقت کنید گول نخورید. خب گفته اگر رادیکال x2 به علاوه 3 به علاوه 2a برای قدر مطلق x کوچکتر از 1 و ax2 به علاوه 5 برای قدر مطلق x بزرگتر مساوی 1 باشد، ضابطه fx باشد، مقدار fa کدام است؟ خب ببینید این سوال ساده ایه اگه شما دقت بکنید به یه چیزی که توی جفت این ضابطه ها x مساوی 1 یا قدر مطلق x مساوی 1 درسته. یعنی چی؟ یعنی اگر من به جای x 1 بذارم، اگر به جای x 1 بذارم این دو طرف با هم برابر میشن، دو تا ضابطه با هم برابر میشن. خب 1 بذارم 1 به توان 2 رادیکال 1 به علاوه 3 میشه جذر 4 میشه 2 میشه 2 به علاوه 2a مساویه ax2 به علاوه 5 a به علاوه 5. درسته؟ خب این میاد این طرف a مساوی میشه با 5 منهای 2 3 a میشه 3. گفته f3 چقدره؟ باید از کدوم ضابطه استفاده کنم؟ اونی که قدر مطلق x بزرگتر مساوی 1 a3 دیگه، یعنی 3x2 به علاوه 5. f3 رو میخواد، fa a3 دیگه f3 رو میخواد. 3 در 3 به توان 2 به علاوه 5 3 در 9 27 به علاوه 5 32. گزینه 2. گزینه 2. خب سوال آخر گفته خط 3y به علاوه 2x مساوی 9 در نقطه 0 و 3 بر دایره x2 به علاوه y2 به علاوه 3x به علاوه ay مساوی c مماس است. مقدار a کدام است؟ این سوال آخر. خب ببینید اینو اگر من نگاه کنید یه دایره است، یه خطی برش مماسه. خب اسم این خط رو میذارم D. یه خطی هم هست که از مرکز دایره میگذره و بر این عموده، اسم اینو میذارم D پریم. خب فاصله این نقطه از خط برابر با شعاع دایره است. خب این نکته رو دارم، اما من میام از یه تکنیکی دیگه استفاده میکنم. خب میگه 3y به علاوه 2x مساوی 9. الان شیبه این چیه؟ منفی 2/3 دیگه. 3y مساوی منفی 2x به علاوه 9، 3 تقسیم میشه منفی 2/3. حالا این خط دی پریم امپریمش چقدر، شیبش چقدر؟ قرینه و معکوس اینه دیگه، چون برش عموده 3/2. درسته؟ مرکز دایره چیه؟ مرکز دایره منفی 3/2 و a2.
منفی 3 دوم و آ دومه. این اصلا بد شد. منفی 3 دوم و آ دومه. درسته؟ خب حالا این خط ما، خط دی پریم، از نقطه 0 و 3 هم میگذره. معادل خطش چی میشه؟ شیبش 3 دومه. خط دی پریم، خط دی پریم میشه ایگرگ مساوی 3 دوم x به علاوه 3. اگه نقطه 0 و 3 رو توش لحاظ بکنیم، چون دی پریم از مرکز میگذره دیگه. شیبش هم که 3 دومه. بله. خب 3 دوم x به علاوه 3. حالا این خط مگه از مرکز نمیگذره؟ از این او نمیگذره. پس باید منفی 3 دوم و آ دوم توش صدق بکنی. یعنی به جای xش بذارم منفی 3 دوم، ایگرگش باید بشه آ دوم. پس من می نویسم آ دوم یا ایگرگ مساوی 3 دوم منفی 3 دوم به علاوه 3. یعنی آ دوم مساوی میشه با 3 دوم در منفی 3 دوم منفی 9 چهارم. منفی 9 چهارم به علاوه 12 چهارم میشه منفی 9 چهارم به علاوه 12 چهارم میشه 3 چهارم. درسته؟ آ دوم مساوی 3 چهارم. پس آ مساوی میشه با 3 دوم یا 1.5. آ مساوی میشه با منفی آ دوم، ببخشید، منفی آ دوم مساوی منفی 3 چهارمه. پس آ به دست میاد منفی 3 دوم یا منفی 1.5. ایگرگ یعنی در واقع نقطه مرکز منفی آ دوم بود دیگه. باید نقطه مرکز توی اون معادله دی پریم صدق میکرد. و ما این کار رو انجام دادیم. آ به دست اومد منفی دوم یا گزینه 4. خب تموم شد. تمام این کنکور رو من براتون تحلیل کردم. اگه دیدید خیلی طولانی شد، به این خاطر بود که من کلا زیاد توضیح میدم. بگه نه بخوام حل کنم انقدر طول نمیکشه. حل کردنش زمان بر نیست، توضیح دادنش زمان بره. و امیدوارم که استفاده کافی و وافی رو برده باشید. ممنونم و ازتون خواهش میکنم که ویدیو رو لایک کنید. برای تدریس خصوصی هم به صورت مجازی هم به صورت حضوری هم میتونید با شماره من تماس بگیرید. 0936 516 62 63 مسیبی. 0936 516 62 63. خب ممنونم ازتون. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید. زنده باشید و موفق باشید و خدا نگهدار.